به جرئت میگم این خوشمزه ترین مرغ شکمپریه که تا حالا امتحان کردین. من مریم هستم، با من همراه باشید. مرغم رو به مدت 1 ساعت توی محلول آب، نمک، سرکه، شکر قهوه‌ای و چند حلقه لیمو گذاشتم. این کار بوی زخم مرغ رو کامل از بین میبره. به کمک یه خلال دندون گوشت مرغم رو کاملا سوراخ کردم و با زردچوبه، فلفل سیاه و نمک حسابی همه جاش رو ماساژ دادم. واسه مزه‌دار شدنش من از پیاز، آب لیمو و زعفرون استفاده میکنم و اجازه میدم مرغم 12 ساعت توی این ترکیب بمونه و حسابی مزه‌دار شه. محتویات شکم مرغ پیاز داغ، آلو، گردو، کشمش و زرشک و رب اناره. همین. این ترکیب به هیچ چیز اضافه نیاز نداره و جادو میکنه. شکم مرغ رو کامل